بسم الله الرحمن الرحیم. با آقای رستگار هستیم، مدیر پلتفرم باغ پول. خب آقای رستگار، ممنون میشم یک معرفی نامه از خودتون شرح بدید برای عزیزانی که قصد سرمایه گذاری در پلتفرم باغ پول رو دارند. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسین رستگار هستم، صاحب پلتفرم باغ پول. تقریبا 7-8 سالی هستش که توی فضای شبکه اجتماعی فعالیت تبلیغاتی اجرا میکنم و توی حوزه ارز دیجیتال و پلتفرم‌های دلاری زیادی کار کردم که متاسفانه همه کلاهبردار بودن. اکثرا به این فکر افتادیم که یه پلتفرم کاملا امن و معتبر ایجاد بکنیم و با پولش واقعی کار بکنیم از تخصصی که داریم، از سود بسیار بالا که تبلیغات فضای مجازی داره، مثل خرید و فروش کانال، مثل تبلیغات که به اوج خودش رسیده و سود بسیار بالایی هم داره. من این پلتفرم باغ پول رو تقریبا 1 سال زمان بود که بسازیمش. تقریبا نزدیک 5 ماهه که داره فعالیت میکنه. پرداختی اون هر روز هستش، کاربرای زیادی ثبت نام کردن و سرمایه گذاشتن. واقعا فرقای زیادی با پلتفرم‌های دلاری و پانزی داره. یکی از فرقای خیلی مهمش اینه که ما واقعا ابراز هویت انجام میدیم. پلتفرم دلاری همچین کاری انجام نمیدن. ما درگاه پرداخت امن شاپرک رو داریم که قابل ردیابی هستش و نوع ارزهای دیجیتال پلتفرم‌های دیگه این شاپرک رو ندارن و با ارز دیجیتال پرداختشون رو انجام میدن. حرفای دیگه‌اش اینه که با پول کار نمی‌کنن متأسفانه و بعد از یه مدت کوتاهی پول جمع می‌کنن میرن. ولی ما نه، ما الحمدلله با پول کار می‌کنیم. بارها شده که شفاف‌سازی و اعتمادسازی کردیم با پول چه کاری انجام میشه. دوستانی هستن که حتی میدونن کار بنده چیه و چقدر سود داره و اینکه خب آقای رستگار، در رابطه با نحوه سوددهی در رابطه با پلتفرم باغ پول هم ممنون میشم که توضیح بدید از چه مقدار عزیزان میتونن سرمایه بذارن و تا چه مقدار، آیا سقفی داره یا اینکه خیر نامحدود هستش؟ متشکرم. باغ پول که کمترین حدش در واقع شروعش بعد از که حالا نصبش کردیم با 1 میلیون شروع میشه، اما این 1 میلیون تومان سود بسیار پایینی داره. در واقع بیشتر برای آزادسازی طرح پیشنهاد ویژه هستش. البته این پول هم سوخت نمیشه. این 1 میلیون تومان هم بالاخره یه درصد سود ناچیزی داره که تقریبا در سال میشه حدود 200,000 تومان سود خالصش، اما اگر پیشنهاد ویژه رو باز بکنید سود شما خیلی خیلی بیشتر میشه. مثلا اگر بعد از اینکه باز کردید در پیشنهاد ویژه‌تون 1 میلیون تومان که واریز بکنید، علاوه بر اینکه یک درخت سیب به شما پاداش میده، یک سود اضافه هم میده، چون در واقع 2 تا درخت به شما داده میشه. طرح ابتدایی پیشنهاد ویژه رو عرض میکنم، پس اونجا سوددهیش هم 3 برابر میشه و همین که 1 میلیون در واقع شما پاداش داره. پس سود 1 میلیون تومان حدود 200,000 میشه، سود 2 میلیون تومان 1,600,000 میشه. البته اگر بخوایم طرح پیشنهادی ویژه بالاتری رو خریداری کنیم، مثل طرح شگفت‌انگیزی که الان ما گذاشتیم، بسیار بسیار عالی داره که طرحش هم محدوده، بیشتر برای جذب کاربرا هستش و اون میشه گفت که با 8 میلیون تومان در واقع کار 21 میلیون تومان رو انجام دادیم. چون شما اگه بخواید به صورت عادی خریداری بکنید از هر دونه درخت یه دونش رو میشه حدوداً 21 میلیون تومان، ولی ما با 8 میلیون تومان این طرح رو گذاشتیم. به این صورت هستش که هر درختی به شما داده میشه. وقتی طرح بخرید از هر کدوم 1 دونه درخت داده میشه. تقریبا کمتر از 3 ماه پول اصل پولتون برگشت داده میشه تا 9 ماه بعدش سود خالص هستش. پولتون 4 برابر خورده میشه. یه طرح بسیار عالی هستش. پس از کمترینش بگیرید تا بالاترینش، واقعا یه سود خیلی خوب داره. خب آقای رستگار، اگه بنده خودم شخصا بخوام 25 میلیون تومان سرمایه گذاری بکنم، شما چه پیشنهادی میدی؟ هم به من هم به عزیزانی که قصد سرمایه گذاری دارن با 25 میلیون برای مثال. ممنون میشم. اگه بخواد 25 میلیون سرمایه بذارید، ابتدا که باید 1 میلیون حداقل خرید کنید درخت سیب رو که طرح پیشنهاد ویژه‌تون باز بشه و بعد 24 میلیون دیگه 3 تا طرح شگفت‌انگیز رو خریداری کنید از همون طرح پیشمون که در واقع بهترین سوددهی رو داره.
سودش بسیار عالی میشه. تقریبا رقم کمتر از 3 ماه پول برگشت داده میشه و بقیه‌اش سود هستش. بسیار عالی. یعنی اگر من بخوام 25 میلیون بذارم در یک سال چقدر برام برمیگرده با اصل پولم؟ بخواید 25 میلیون بگذارید حدوداً روزانه 270 وزارت قابلیتی داده میشه تا 365. تقریبا ماهانش میشه 8 و 300 400 همچین حالتی داره بهتون داده میشه. چندین برابر بانک میشه دیگه. خیلی بیشتر، خیلی بهتره. بله. شاید 13 برابر 15 برابر سود بانکی میشه که البته واقعا هم سودایی که ما داریم انجام میدیم جوابگوی کارهایی که انجام میدیم جوابگوی سودها هستش. خب تو کلامتون آقای رستگار میتونم بپرسم دقیقاً با این پول چه کاری صورت میگیره؟ چون سوال خیلی از عزیزانم بود میخواستیم بدونیم. ممنون میشم. پول ما توی حوزه شبکه‌های اجتماعی کانال میاریم بالا و کانال بودن بالا خودش نیاز به هزینه هستش. مثلا شما فرض کنید یک کانال طنز می‌خواید بیاری بالا و باید یه هزینه به ادمینای کانالا بدید که براتون تبلیغ بکنن، یه هزینه بدید برای پاپ و تبلیغات متفاوت و اون کانالتون رشد بکنه. و وقتی که رشد کرد یه منبع درآمد خیلی عالی هستش، هم میتونید بفروشید هم میتونید کار بکنید. امروز خیلی ها داره از این درآمد خیلی عالی میدونن و خیلی ها رو ما میشناسیم که بالای 50 تا 100 تا کانال حتی ایجاد کردن چون سود خیلی فوق العاده ای داره. واقعا نیاز به حالا یه مقدار تخصص داره ولی اگر یاد بگیرید خودش هم سود خیلی خوبی داره. میتونید حتی من بهتون بگم راهنماییتون کنم که چجوری کار بکنید. اگر دوست ندارید حتی توی پلتفرم ما سرمایه بذارید. پس مثل فارکس و بورس و ارز دیجیتال نیست که امکان به خطر افتادن اصل سرمایه باشه، درسته؟ نه خیر، یه چیز تقریبا کم ریسکه، ریسک خاصی نداره. فقط اینکه کانالتون رو مدیریت نکنید، ول کنید، اون میشه واقعا ریسکش. ولی اصلا ریسک خاصی نداره، مثل بازار مالی نیستش، ارز دیجیتال و بورس و فارکس نیست که بازار با شما با پول شما بازی کنن. شما خودتون مدیریت میکنید، بسیار هم ساده هستش. ادمین پست میخواید یا خودتون پست میذارید، تبلیغات میخواید اجرا میکنید، ادمین تبادل، بازاریاب، ادمین دانشات که اصطلاحاً کسی که تبلیغات رو میذاره بهش میگن و خیلی چیز مطمئنی هستش که فوق‌العاده است. بسیار هم عالی. حالا من خودم آقای رستگار رو چندین ساله که میشناسم از زمانی که بزرگترین کانال جو که در تلگرام رو داشتن، خنده آباد، درسته؟ بسیار هم عالی. و اینکه جریان برداشت به چه صورت؟ آیا منی که بخوام 25 میلیون سرمایه گذاری کنم روزانه قادرم که درخواست برداشت بدم و پول به حسابم بشینه؟ برداشت ها باید حداقل سودتون به 100,000 تومان برسه و اون موقع میتونید قابل برداشت هستش. درآمدم دیگه یا سود پول روزانه‌ای که میوه ها بهتون میدن. بسیار هم عالی. عمر هر درخت 1 ساله چون گفتید 1 سال هستش. بله، وقتی که شما شارژ کیف پولتون رو انجام دادید میرید درخت‌ها رو خریداری میکنید. ولی الان که طرح پیشنهادی میشه گذاشتید به یه مدت شما باید ابتدا بعد از که شارژ کردید یک درخت سیب حداقل خریداری کنید، طرح پیشنهاد ویژه باز میشه و برید توی طرح پیشنهاد ویژه سعی کنید معمولیش رو نخرید. امکانش هست که بدونم چقدر ماندگاری این طرح ویژه هست؟ چون خیلی سوال میکردن که تا کی این ممکنه باشه. هر طرح پیشنهاد ویژه احتمالش تا 1 ماه 2 ماه هستش. حالا به نسبت اینکه ما بتونیم مردم رو جذب کنیم و برنامه براشون لذت بخش بشه، بتونن سرمایه گذاری بکنن، هر از گاهی انجام میدیم. حالا ممکنه بعد یه مدتی ممکنه حالا این طرح رو برداریم و دوباره یه طرح جدید دیگه بذاریم تا حالا هم بتونیم سوددهیامون رو مدیریت بکنیم و همین که جذابیت خودش رو داشته باشه. بسیار هم عالی. بنده خودم که در گروه واتساپ بودم خیلی از شما تعریف میکردن و ماشاءالله انگار خیلی ازتون راضی بودن بابت سودی که بهشون پرداخت میکنید و تا جایی هم که بنده اطلاع دارم از لحاظ شرعیش هم که شما پیگیری کردید مشکلی نداره و کاملا حلال و اوکی هستش، درسته؟ بله با قرارداد در واقع توی نرم افزارمون اول ابتدای برنامه که میخواید نصب کنید شما باید یه سری قوانین هستش که میخونید. اون یکی از بندهاش هستش که نوشتیم به قرارداد به صورت مضاربه و فراسود روابی هستش، مصالحه
غیر مصالحه ذکر شده و به صورت علل حساب داده میشه که این کامل سوال شده از دفتر نمایندگان مراجع که انشاءالله پولی که به دست میاریم حلالوار باشه و این که با پولم واقعا کاری انجام میدیم که حلال باشه، یعنی توی تبلیغات هستش و هیچ کار غیر شرعی ما توی نرم افزار انجام نمیدیم. بسیار هم عالی. آقای رستگار اگر حرفی سخنی به سرمایه گذاران عزیز دارید ممنون میشم که بفرمایید و این مصاحبه رو به پایان برسونیم. خیلی متشکرم. بله، درخواستی که دارم از سرمایه‌گذاران عزیز، ما انشاءالله این پلتفرم آماده ساختیم که انشاءالله بتونیم یه خدمتی به مردم کرده باشیم، از این اقتصادی که توی ایران هستش انشاءالله بتونیم پیروز بیایم. دوست دارم که حمایتمون کنن، اعتماد کنن، سرمایه بذارن و این که به دوستان معرفی کنن و اینکه حرف و حدیثایی که حالا باطل هستش رو گوش ندن. خیلی ها میان اینجا مشوش میکنن ذهن سرمایه‌گذاران که کلاهبرداری مثلا پانزی هرمی، هیچ کدوم از اینها نیست. به جد میگم هر کس دوست داره بیاد، من حضوراً بهش نشون میدم، توی حالا خواستش به صورت خود حالا توی پیام رسانه بهشون نشون میدم که چه کاری داریم انجام میدیم. اصلا کلاهبرداری نیست. دشمنای زیادی داشتیم توی خیلی جاها، به ما حمله هکری داشتیم، دیگه نمیدونم تخریب داشتیم توی یوتیوب، خیلی جاهای دیگه که متاسفانه خودشون آدمای فاسدی بودن و تا تونستن ما رو تخریب کردن و ما هم تا تونستیم جلوگیری کردیم، آگاه سازی کردیم و نذاشتیم که بیشتر از این شروع پیدا بکنه. بالاخره زمان همه چیز رو مشخص میکنه، مشخص میشه که بعد از چند سال ما کار میکنیم، کار واقعی میکنیم و سالهای سال کار خواهیم کرد. انشاءالله افراد زیادی میان سمتمون و دوست دارم که شما اولین نفراتی باشید که انشاءالله از این پلتفرم سود خوبی ببرید. پس انشاءالله به هم دیگه اعتماد کنیم و انشاءالله گوش به حرفای باطل ندیم. بسیار عالی. یک موضوعی که من فراموش کردم و عذرخواهی میکنم، آیا امکانش هست من بخوام رفیقی، آشنایی، شخصی رو دعوت کنم و پاداشی دریافت بکنم؟ این برام سوال بود و دوست دارم که بدونم. خیلی متشکرم. بله، پلتفرم ما همونجوری که ما نخواستیم هرمی باشه، فقط تک مرحله داریم. تک مرحله به صورتی که شما 5% از مبلغی که سرمایه گذاری که شما دعوت کردید، یعنی با کد دعوت شما معرفی شده، 5% از پولی که میذاره به شما داده میشه و از اون بنده خدا هم چیزی کم نمیشه، اما 5% از هر پولی که بذاره به شما پاداش داده میشه و این هم شرعاً پرسیدیم که تک مرحله هیچ ایرادی نداره، ولی به صورت هرمی اگه بشه، مرحله بشه، از شرعی مشکل داره. پس ما هرمی هم نیستیم، از شرعی هم هیچ مشکلی نداره. پس کاملا پلتفرم حلالوار و هیچ مشکلی از لحاظ شرعی نداره، درسته؟ هم از شرعی هم از قانونی کاری که انجام میدیم کار درستی هستش و ان شاءالله مجوزات خود نرم افزار هم به زودی گرفته خواهد شد. ان شاءالله توی گوگل پلی هم به زودی منتشر خواهد شد. یه نسخه جدید کاملا به روز انتشار خواهیم داد ان شاءالله کمتر از یک ماه دیگه، که کاملا سیستم پیچیده‌ای داره و امکانات خیلی خوبی داره که انشاءالله همدیگر رو حمایت کنیم که بتونیم انشاءالله پیشرفت بیشتری رو ببینیم. بسیار هم عالی. خب این هم بود معرفی آقای رستگار و باغ پول، پلتفرمی که واقعا خیلی میتونه به مردم عزیز کشور کمک بکنه، به خصوص در چنین شرایط بد اقتصادی کشور و خود بنده هم از این پلتفرم دارم استفاده میکنم و خیلی هم اتفاقا راضی هستم از خود آقای رستگار و از برنامه‌هایی که دارن در رابطه با این پلتفرم باغ پول. خیلی خوشحال شدم از اینکه ایشون رو زیارت کردم و در رابطه با پلتفرم هم باهاشون صحبتی داشتیم و شما عزیزان هم فکر میکنم که خیلی قادر باشین مصاحبه راهنمایی خوبی براتون باشه، جهت اینکه بخواید سرمایه گذاری بکنین یا نه، که از نظر خود بنده فوق العاده عالی میتونه براتون باشه. خیلی متشکرم از اینکه آقای رستگار این وقت رو به ما دادن و این افتخار رو به ما دادن که در خدمتشون باشیم. خیلی متشکرم آقای رستگار، زحمت کشیدید. یا علی، خدا نگهدار.